یک چیز ما بر تمام کسایی که به نام تاجک هستید تازیان میگم، مردم عامیتان کار ندارم، قوم کار ندارم، تازی اگر شیر مادرتان خوردین، اگر واقعا غیرت دارین، انسان هستین، همین رقم که ما پشتون لگسی لایبرری ساختیم، 3000 کتاب انداختیم تو نرشو تاجیک لگسی لایبرری بساز، 2 دانه کتاب پرتو که تو را 300 ساله در افغانستان ثابت بشه. اگر 1 دانه کتاب مکمل تاجیکستان و مکمل تاجیکای افغانستان 1 کتاب آوردی که 300 سال قبل تو قوم یاد شده بودی، ما برات تسلیم. تازی بچه این چهره تام شناخته شده، اصلیت تام شناخته شده، پیش ما دیگه جان نداره. هم یک عزیز پولاد کتت زده، دلت از زندگی سیاه کرده. و بخیر بعد از روزه در بخش تاریخ BBC میشینم و نه که $1,00,000 مصرف شده، بودجهشم دارم، زورشم دارم، پیسیشم دارم، به خدا گبانم. آبرویت اصلیت به دنیا نشان نتو مگبانم. مهربانی او که جنگی. بیشک پولاد صاحب، بیشک. نه سر از این مردم دیگه نباید آدم رحم بکنه. از یک طرف چیغ میزنن که ما صاحب اصلی از این ملک هستیم و وطن که از حیثیت مادر داره، و از دیگه طرف بیادبی خیلی ما فوش پاکستانی رو میرن سر به مادر خود بالا میکنن. امروز از پاکستانی ها آمدن اینا طرفداری میکنن، داییس مرا میگن. داییس کدام شاخ دم نداره. داییس امروز شماستین که در دامن دزیر دامن پاکستانی ها رفتین خیمه زدین. داییس ایناست، اینا داییس هستن که 47 کشور در افغانستان آورده بودین غلام